سلام، خوش اومدید به اپیزود دوم تا کنکور. توی این اپیزود میخوایم با هم بررسی کنیم که چرا بعضیا با ساعت مطالعه کمتر رتبه‌ای بهتری میارن. امروز میخوایم درباره یه سوال حرف بزنیم که احتمالاً بارها از خودتون پرسیدین. چرا بعضیا روزی 6 ساعت درس میخونن و رتبه عالی میارن، اما بعضیا 12 ساعت درس میخونن اما نتیجه دلخواهشون رو نمیگیرن؟ اول از همه یه باور اشتباه رو باید کنار بذاریم. ساعت مطالعه مهمه، اما به تنهایی تعیین کننده نیست. چیزی که نتیجه میسازه کیفیت مطالعه است یا همون مدت زمانی که شما مطالعه مفید دارید. فکر کنید 2 نفر میخوان از تهران برن شمال. یکی با یه ماشین سالم و مسیر درست حرکت میکنه، یکی دیگه با ماشینی که هر چند دقیقه خاموش میشه و مدام مسیر رو اشتباه میره. ممکنه هر دو ساعتها در راه باشن، اما معلومه کدوم زودتر به مقصد میرسه. درس خوندنم دقیقاً همینه. اولین تفاوت تمرکزه. ممکنه کسی 3 ساعت واقعا با تمرکز درس بخونه، بدون گوشی، بدون حواس پرتی، و در همون 3 ساعت بیشتر از کسی یاد بگیره که 8 ساعت فقط کتاب جلوش باز بوده. دومین تفاوت مروره. پس چی شد؟ اولین تفاوت تمرکز بود، دومین تفاوت مروره. خیلی ها فقط مطالب جدید میخونن، اما چیزی که مرور نشه به مرور فراموش میشه. رتبه های خوب مرور رو بخشی از برنامه روزانه‌شون میکنن، نه کاری که فقط شب امتحان انجام بدن. سومین تفاوت تحلیل اشتباهاته. بعد از هر آزمون یا تست خیلی ها فقط درصدها رو نگاه میکنن و رد میشن، اما کسی که پیشرفت میکنه از خودش میپرسه چرا این سوال رو غلط زدم؟ مشکل از بی‌دقتی بود یا بلد نبودم؟ همین چند دقیقه تحلیل گاهی از ساعتها تست دادن ارزشمندتره. چهارمین تفاوت استمراره. قرار نیست هر روز فوق‌العاده باشی. مهم اینه که هر روز حتی با انرژی کم فقط یه قدم برداری. موفقیت توی کنکور بیشتر از این که نتیجه چند روز سخت باشه، نتیجه ماه‌ها ادامه دادنه. اگر امروز احساس میکنی ساعت مطالعات کمه، قبل از این که فقط عددش رو زیاد کنی از خودت بپرس واقعا این ساعتی که درس میخونم مفیده؟ شاید با کمی تمرکز، مرور بهتر و تحلیل اشتباهات همون ساعت مطالعه فعلی نتیجه خیلی بهتری بده. اینجا ما متوجه شدیم که تحلیل اشتباهات بسیار چیز مهمیه. حالا چالش این قسمتمون اینه: امروز فقط 1 ساعت درس بخون، اما بدون گوشی، بدون شبکه‌های اجتماعی، بدون اینستاگرام، بدون تلگرام و با تمرکز کامل. بعد از اون از خودت بپرس کیفیت این 1 ساعت با ساعتهای قبل چه فرقی داشت؟ اگه از این اپیزود خوشت اومد خوشحال میشم تا قسمت‌های بعدی هم همراه پادکست تا کنکور باشی. فقط یادت باشه موفقیت توی کنکور فقط به تعداد ساعت‌ها بستگی نداره، به کیفیت ساعت‌هایی بستگی داره که واقعا درس میخونی. تا اپیزود بعدی، تا کنکور.